سلام. امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری یه شماره مجازی برای خودتون بسازید که بتونید باهاش اکانت تلگرام یا واتساپتون رو فعال کنید. یه راه اینه که از سایت‌های معتبر این شماره رو خریداری کنید. برای این کارم کافیه فقط توی گوگل سرچ کنید شماره مجازی رایگان تا براتون کلی سایت بیاره که بشه ازشون خرید کرد. اما من میخوام یه راهی رو بهتون یاد بدم که بتونید به صورت رایگان شماره مجازی خودتون رو داشته باشید و باهاش اکانت تلگرام یا واتساپ بسازید تا برای ایردراپ ها حداقل دیگه مشکل زیر مجموعه نداشته باشید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، اگر به کسب درآمد از اینترنت به صورت رایگان علاقه‌مندی، حتما کانال من رو سابسکرایب کن. در ضمن اون زنگوله کنارش هم بزن تا از اتفاقات مهم جا نمونی. برای دریافت شماره مجازی شما اول باید نرم افزار آنفون رو دانلود کنید. برای این کارم میتونید به پلی استور یا اپ استور گوشیتون مراجعه کنید. لینک دانلود نرم افزار رو توی کانال تلگرام هم قرار میدم. وارد بخش سرچ میشیم و آنفون رو سرچ میکنیم. به آیکون و تصاویر برنامه دقت کنید تا برنامه اشتباهی رو دانلود نکنید. حالا وارد برنامه میشیم و دکمه اینستال رو میزنیم. حالا کمی صبر میکنیم تا برنامه به صورت کامل دانلود و نصب بشه و روی دکمه اوپن میزنیم. وقتی که نرم افزار رو باز میکنیم به این صفحه میرسیم. توی این صفحه چند تا از قابلیت‌های نرم افزار رو میتونید مشاهده کنید. حالا باید روی دکمه گت استارت بزنید. توی صفحه بعدی 3 تا گزینه داریم. گزینه اول شماره برای تماس صوتی، گزینه دوم شماره برای شبکه‌های اجتماعی و گزینه سوم ای سیم یا همون سیم کارت اینترنته که تو ایران حتی کارم نمیکنه. پس گزینه شبکه‌های اجتماعی رو انتخاب می‌کنیم و روی کانتینیو میزنیم. توی صفحه بعد 2 تا گزینه می‌بینیم. گزینه سمت راستی به ما نشون میده که این شماره‌ها توی کدوم شبکه‌های مجازی کار میکنه که متاسفانه در حال حاضر سرورشون در حال تعمیره و شماره‌ها رو نشون نمیده. گزینه سمت چپ هم بر اساس کشورها میتونید شماره‌ای که می‌خواین رو انتخاب کنید. برای نمونه من کشور انگلیس رو انتخاب می‌کنم. همونطوری که میبینید تمام این شماره ها قابل استفاده است. اگر نگاه کنید روبروشون نوشته کال یا SMS. اونایی که فقط کاله یعنی فقط میتونید باهاشون تماس صوتی داشته باشید. اونایی که SMS خالیه فقط میتونید بهشون SMS بفرستین. بعضیاشون هم SMS رو داره هم کالو. حالا یکی از این شماره ها رو انتخاب میکنیم و به صفحه بعدی میریم. دوستان دقت کنید که جلوی این 3 تا گزینه باید قیمت سیم کارت رو نوشته باشه. اما اگر ننوشته بود مثل الان حتما باید کشور فیلتر شکنتون رو عوض کنید. تا من دارم کشور فیلتر شکنم رو تغییر میدم، اگر تا اینجای ویدیو راضی بودی حتما لایکش کن تا دوستان بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن. خب همونطوری که دارید مشاهده میکنید وقتی کشورم رو تغییر دادم قیمت ها هم نمایش داده شد. حالا روی دکمه نو تانکس میزنیم چون که نمیخوایم پول بدیم بابتش. توی این صفحه ساین این ویت گوگل رو انتخاب میکنیم و با جیمیلمون وارد برنامه میشیم. کمی زمان میبره تا به این صفحه برسیم. توی این قسمت کانتینیو رو انتخاب میکنیم. در این منویی که باز شده روی گزینه Only this time بزنید چون ما احتیاجی به میکروفون نداریم و فقط همین یک بار رو بهش دسترسی بدید. دوباره روی دکمه کانتینیو میزنیم. مجدد کانتینیو رو انتخاب میکنیم و این بار روی دکمه الاو میزنیم تا نوتیفیکیشن برامون حتما بیاد. حالا بهتون جلوتر میگم دلیلش چیه. دوباره کانتینیو رو میزنیم و در این صفحه دقت کنید که حتما گزینه اسکیپ رو انتخاب کنید وگرنه شماره هاتون روی این شماره مجازی سیو میشه. در این قسمت هم روی گزینه نو تانکس میزنید و تمام، ثبت نام شما به پایان رسید. خب این قسمت صفحه اصلی نرم افزاره. بالا سمت چپ بالانس سکه‌هاتون رو میبینید که بعداً بهتون میگم برای چه کاریه و از کجا میتونین به دست بیارید. در این قسمت هم شماره هایی که دریافت کردید و نشون میده که فعلا خالیه چون ما شماره ای نداریم. برای دریافت شماره جدیدم باید روی دکمه Get New Number بزنید. خب بریم سراغ آموزش منوهای این نرم افزار. منوی اول هوم، همین صفحه‌ای که الان داخلش هستیم. منوی دوم هیستوری تماساتون رو نشون میده. منوی سوم برای شماره گیریه. منوی چهارم برای مشاهده SMS هاست و منوی آخرم دفترچه تلفن شماست. ما با هیچ کدوم از این منوها کار خاصی نداریم. نهایتاً همون بخش SMS باشه که قرار کد تایید برامون ارسال بشه. یه توضیح دادم که فقط بدونین چی به چیه.
برمیگردیم به صفحه اصلی و روی دکمه Get New Number کلیک میکنیم. حالا گزینه مربوط به شبکه‌های اجتماعی رو انتخاب میکنیم. همونطوری که اول ویدیو بهتون گفتم در این بخش شماره ها بر اساس شبکه‌های اجتماعی دسته‌بندی شدن و شما شبکه مورد نظر خودتون رو انتخاب میکنید. مرحله بعد کشور مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و بعدش میتونید شماره هایی که اون شبکه رو ساپورت میکنن ببینید. توی بخش کشورها هم میتونید اول کشور مورد نظرتون رو انتخاب کنید و بعدش لیست شماره هاشو ببینید و هر کدومو که دوست داشتید انتخاب کنید. فقط همیشه قبل از اجاره شماره حتما اونو توی شبکه اجتماعیتون تست کنید و ببینید اون شبکه اینو ساپورت میکنه یا نه. حالا مثلا ما این شماره رو انتخاب میکنیم و بعدش روی Get This Number میزنیم و در صفحه بعد No Thanks رو انتخاب میکنیم. حالا صفحه جدیدی به ما نمایش داده میشه که به جای پول میتونیم با سکه هامون این شماره رو اجاره کنیم که همونطوری که دارید میبینید 2 حالت 7 روزه 600 سکه و 30 روزه 1200 سکه قیمتشه. و همونطوری که میدونید برای فعال کردن یه اکانت تلگرام یا واتساپ فقط همون یه دونه SMS ما نیاز داریم، یعنی چند ثانیه بیشتر احتیاج نداریم. پس همون 600 سکه برای ما کفایت میکنه. خب من الان سکه ندارم که اینو خرید بکنم، ولی شما 600 سکه رو انتخاب میکنید، در مرحله بعد پرداختش میکنید و شماره برای شما میشه. فقط حواستون باشه بعد از اجاره شماره وارد شماره‌تون بشید و قسمت تمدید اتوماتیک رو تیکشو بردارید، چون اگر سکه داشته باشید بعد از 1 هفته به صورت خودکار براتون تمدید میکنه و دوباره 600 تا سکه ازتون کم میکنه. و حالا نکته اصلی این برنامه، سکه از کجا به دست بیاریم؟ برمیگردیم به صفحه اصلی نرم افزار و وارد بخش تنظیمات میشیم. حالا روی گزینه دیلی چکینگ کلیک میکنیم. شما با ورود مستمر و روزانه در این بخش میتونید مقداری سکه به دست بیارید. روز اول 20 تا سکه، روز دوم 30 تا، روز سوم 40 تا، روز چهارم 50 تا، روز پنجم 60 تا و از روز ششم به بعد هر روز 60 تا سکه. با یه حساب سرانگشتی متوجه میشین که تقریبا 12 روز طول میکشه تا 600 تا سکه اولو به دست بیارید، اما از اون به بعد هر 10 روز 600 تا سکه به دست میارید. پس اگر شماره رو همون موقع هم لازم ندارید، سعی کنید روزانه به اینجا سر بزنید و سکه هاشو دریافت کنید تا همیشه توی نرم افزار سکه برای خرید شماره داشته باشید که هر موقع لازم داشتین سریعا اقدام کنید. توی این بخشم فقط کافیه که روی چکین کلیک کنید و یه دونه تبلیغ کوتاه رو ببینید، بعدش امتیاز براتون ثبت میشه. یعنی روزانه 1 دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. این روش و این نرم افزاری که بهتون معرفی کردم راحت ترین و مطمئن ترین راه برای دریافت شماره مجازی رایگانه. مثل این نرم افزارا نیستش که 1000 تا شماره توش باشه هیچ کدومش هم کار نکنه. در اصل دارید شما شماره هایی که پولیه رو به صورت رایگان خرید میکنید. در انتهای تبلیغم روی زبدر بالای صفحه میزنیم و به صفحه امتیازا برمیگردیم. همونطوری که میبینید امتیاز روز اول برای من ثبت شد. یه نکته هم در مورد اون نوتیفیکیشنی که اول برنامه بهتون گفتم که حتما بذارید فعال باشه، اینه که روزانه بهتون یادآوری میکنه که بیاین اینجا و چکینتون رو انجام بدید. دیگه نکته‌ای نمیمونه که بخوام بهتون توضیح بدم. در انتها اگر به کسب درآمد از اینترنت به صورت رایگان علاقه‌مندی، حتما کانال منو سابسکرایب کن و اگر سوالی داری حتما تو کامنت ها بگو، بهشون جواب میدم.